سلام و درود. یه روز عادی بود. خورشید آروم آروم داشت پشت ابرها پنهان میشد. البته ابر نبود، کلا داشت غروب میکرد و من هم داشتم با بی حوصلگی و بی علاقگی روزام به اتمام میرسوندم تا اینکه تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. این یه چالشه. دوستان ببینید، ساختن بازی کار دشواریه. معمولا برای ساخت یه بازی تعداد زیادی از افراد دور هم دیگه جمع میشن تا اینکه بتونن این بازی رو در واقع پروسه ساختش رو انجام بدن، پروسه پیش ساختش، خود ساخت و دوره پسا ساختش رو ادامه بدن. اما از اونجایی که میدونید اینجا از این خبرها نیست. یعنی کلا منم و خودم و لپتاپم و تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه تایمر بگذاریم و شروع کنیم به کار. خب اولین کار داخل ساخت یک بازی، در واقع داخل پروسه ساخت یک بازی، ساختن یک کانسپت داکیومنت. خب کانسپت داکیومنت رو نمیخوام براتون توضیح بدم که چیه، چون که خیلی پروسه صحبت کردن راجبش طولانی میشه. همون بدونید که یکی از اجزای گیم دیزاین داکیومنته. و خب گیم دیزاین داکیومنت چیه؟ یعنی ببینید، بذارین توضیح بدم. چند تا کانسپت داکیومنت کنار هم میشن یک گیم دیزاین داکیومنت. و این گیم دیزاین داکیومنت در واقع همون چیزیه که در واقع بازی از روش ساخته میشه. یعنی شما فرض کنید این رو میگذارن جلوشون و از روی اون شروع میکنن به ساخت بازی. معمولا تعداد زیادی از دیزاینرهای با تجربه و با سابقه که پول زیادی هم بابت کارشون میگیرن شروع میکنن به ساخت و تولید کانسپت داکیومنت هایی که در نهایت تبدیل به گیم دیزاین داکیومنت میشن. اما خب از اونجایی که من فقط یک نفرم و بودجه هم برای ساخت این بازی در نظر ندارم، خودم اونو می‌نویسم. و خب حاجی ببین، ما باید الان یه جوری این دیزاین داکیومنت رو اوکی کنیم. چیکار باید بکنیم؟ خب ببین، به نظرم من اول یه کاراکتری باشه. خب یه کاراکتری باشه رنگش هم سفید باشه. نمیدونم برای چی باید رنگی سفید باشه. رنگی سفید باشه، بعدن بتونه بپره. بعدن اصلا چرا یه اندلس رانر نسازیم؟ اندلس رانر خیلی خوبه. بله، بعد از مدت کوتاهی صحبت کردن با خودم، در واقع میشه گفت به اندازه نصف یک دقیقه، یعنی 30 ثانیه، به این نتیجه رسیدم که آقا میخوایم یک اندلس رانر دو بعدی بسازیم که به دلایل نامعلومی کاراکترش سفید هستش. حالا من نمیدونم واقعا برای چی نیته به ذهنم رسید. و آره، وقتی که این گیم دیزاین داکیومنت به ذهن من رسید و اون رو در واقع تو ذهنم داشتمش، 1 دقیقه از تایمم گذاشته بود و در واقع الان 59 دقیقه برای ساخت این بازی زمان داشتم. بنابراین سریعا بدون اینکه اون رو جایی بنویسم تو ذهنم ذخیره کردمش و شروع کردم به ساخت. و همونطور که میدونید از اونجایی که ما یک کاراکتر سفید احتیاج داشتیم، رفتم داخل نرم افزار کریتا. حالا دقیقا تلفظشون نمیدونم، کریتا یا کریتا، بعضیا اینجوری صداش میکنن. و شروع کردم به کشیدن یک کاراکتری که حدود 1 ربع ازم زمان برد. همونطور که میدونید پای جلویی و دست جلویی رو سفید کردم و پای عقبی و دست عقبی رو تیره تر تا کاملا مشخص بشه وقتی که داریم انیمیت میکنیم این دست چپشه و اون دست راستشه. منتها صحبتی که هست اینه که اصلا دیده نمیشه، چون اولا که خیلی ریزه و دوره و همچنین در واقع تعداد فریم هایی که من در نظر گرفتم برای این کاراکتر بسیار کم هست
و در واقع یه جورایی اثر بکنی. میتونستم بیشتر کار بکنم روش، ولی خب از اونجایی که میدونید بودجه و تایم ما بسیار کم بود و ددلاین بسیار نزدیک، مجبور شدم که از توسعه بیشتر این کاراکتر صرف نظر کنم. دوستان همونطور که ممکنه بدونید یا نه، ددلاین یک تایم مشخصیه که پروژه های بزرگ مخصوصا توی شرکت های بازیسازی بزرگ استفاده میکنن برای اینکه پروژهشون رو به اتمام برسونن. به عنوان مثال میگن که آقا ما مثلا شهریور سال دیگه قراره این پروژه رو تحویل بدیم و دقیقاً به ساعت و روز مشخص میکنن. خب این خیلی کمک میکنه برای اینکه برنامه ریزی کنن برای پروژهشون. اما منتها من اینجا از این اصطلاح استفاده کردم فقط به عنوان اینکه قپی بیام، وگرنه قرار نیست که برنامه ریزی دقیقی برای این پروژه انجام بشه. بعد از اینکه انیمیت تموم شد، من هر کدوم از فریم ها رو به عنوان یک فایل PNG ذخیره کردم و اونها رو وارد گیم انجین گودوت کردم. همونطور که میدونید گودوت یک گیم انجین بسیار راحت برای یاد گرفتن و شما میتونید به صورت کاملا رایگان به خودش و حتی سورس کدش دسترسی داشته باشید. حالا اگر بازم نمیدونید اینایی که دارم میگم یعنی چی، گیم انجین یه نرم افزاری است که بازی توش ساخته میشه. اوکی، گیم انجین پس چی؟ نرم افزار ساخته بازیه و اوپن سورس و کلا سورس کد یک نرم افزار در واقع همون کدهاییه که دوستان عزیز برنامه نویسمون نشستن مدت‌ها و اونا نوشتن. و وقتی میگن یه برنامه یا گیم انجین یا بازی اوپن سورسه، یعنی که تمام کدها در دسترس عموم مردم قرار داره و مردم میتونن به صورت کاملا رایگان به اونها دسترسی داشته باشن. توجه داشته باشید که اکثر برنامه ها و بازی های روز دنیا به هیچ عنوان تحت در واقع اوپن سورس عرضه نمیشن، همشون سورس های کاملا بسته‌ای دارن و گاهی حتی این کدها لو میره و به فروش میرسه با قیمت های بالا در بازار سیاه که باعث در واقع خشم و غضب کمپانی سازنده میشه. اما گودوت اینجوریه که کاملا اوپن سورس هست و مردم میتونن بهش دسترسی داشته باشن، هم به خودش هم به کداش. خیلی هم راحت میشه ازش استفاده کرد. واسه همینه که من برای این پروژه از گیم انجین گودوت استفاده میکنم و خب بقیه توضیحات هم که دادم خدمتتون. خب ببینید دوستان، بیاین با هم دیگه رو راست باشیم. من خیلی کدنویس ماهری نیستم، در واقع به هیچ عنوان کدنویس ماهری نیستم. قبلا کلاس پایتون میرفتم، ولی خب از اونجایی که اونجا هیچ چیزی راجع به بازی سازی به ما یاد نمیدادن، فقط و فقط یک راه بیشتر نداشتم و اون هم دیدن یه توتوریال توی یوتیوب بود. خب ببینید دوستان، توتوریال نگاه کردن کار خیلی جالبیه. همزمان شما هم انگلیسیتون تقویت میشه، همین که مهارت‌های بازیسازی یاد میگیرین. بنابراین بهتون توصیه اکید میکنم که اصلا ضبط میکنم توصیه اکید میکنم که حتما توتوریال های یوتیوب رو نگاه بکنید، انواع اقسامش. حالا هر کاری میکنید، لازم نیست حتما برای بازی سازی باشه. شما میتونید هر کار دیگه، مطلقاً هر کار دیگه ای رو سرچ کنید توی یوتیوب و توتوریال هاش رو نگاه کنید. توتوریال هم در واقع نقطه مقابل کورس های پولی هست و در واقع میشه گفت توتوریال ها یک چیزای رایگانی هستن، در واقع آموزش های کوتاه و رایگان هستن که شما میتونید با سرچ ساده، البته با یک فیلتر شکن قوی، به تمامی اونها در سطح یوتیوب دسترسی کامل داشته باشید. و از این حیث میشه گفتش که یوتیوب خیلی در واقع به ما لطف کرده و این در واقع صنعت دیجیتال و عصر نوین و چی دارم میگم.
خلاصه دوستان، اگر که میخواید در واقع آموزش هایی رو دریافت بکنید که نمونه ایرانیش وجود نداره، حتما سراغ یوتیوب برید، هم انگلیسیتون قوی میشه، هم میتونید در واقع یاد بگیرید دیگه. خب از اینا بگذریم. من شروع کردم و یک توتوریال بسیار زیبا رو مورد تماشا قرار دادم که لینکش هم میگذارم داخل دیسکریپشن، حتما میتونید نگاه کنید. آها راستی راجع به دیسکریپشن صحبت کردم، الان یادم اومد. حتما برادر من عزیز من، میتونی اون لایک رو بکوبی. خب مثلا مگه اصلا کوبیدنی؟ و همچنین سابسکرایب بکنی تا در واقع هم بتونی ویدیوهای آینده من رو مورد تماشا قرار بدی در وهله اول، و در وهله دوم منو حمایت بکنی برای ساخت ویدیوهای بیشتر. ازت بسیار ممنون میشم اگر این کار رو بکنی. متشکرم. آره خب از این حرفا که بگذریم، تو این توتوریال واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. من رسما همه کارهایی که دوستمون کرد رو کپی و پیست کردم درون نرم افزار خودم و کامپیوتر خودم و نتیجهش هم بسیار قشنگ در اومد. ولی خب حالا نمیشه گفت خیلی اورجینال ورک بود، ولی خب کار خیلی قشنگی بود. ولی خب بالاخره باید این گیم توی 1 ساعت در می اومد و من مجبور بودم بچه‌ها ببینید. البته بعدا رفتم و این نگاهی به کدها انداختم و کم کم یه چیزایی دستم اومد. به عنوان مثال این کد به ما کمک میکنه که در واقع اون تیکه هایی از مپ رو بتونیم در واقع اسپاون کنیم و بعد از این که از روش کاراکتر رد شد غیبشون کنیم و یکی دیگه به صورت رندوم جلوشون اسپان کنیم، یا اینکه این یکی کد بهمون کمک میکنه تا بپریم و یا جاذبه داشته باشیم تو بازیمون. و بهتون میگم همه این کدها رو میتونید کاملا دسترسی داشته باشید از طریق لینکی که در اون دیسکریپشن این ویدیو وجود داره. و بله خب آره نمیتونم بگم خیلی نتیجه خفنی داد این 1 ساعت، ولی خب ببینید دیگه برادران، نگاه کنید، ساختن بازی اولا که کار یک نفره نیست و کار گروهیه. اونهایی هم که تک نفره کار میکنن بالاخره قطعا توی 1 ساعت که کار نمیکنن. حداقل گیم جم هایی که شما در واقع در سطح اینترنت و گلوبال رستوران در سطح دنیا میبینید حداقل مثلا 1 روزه یا 2 روزه دیگه. 1 ساعت که نیست. این چالشیه که اکثرا یوتیوبرها برای فان قضیه میرن و خب ما هم گفتیم که این کارو بکنیم دیگه، حالا به عنوان اولین ویدیو چنل. بله دیگه همونطور که میبینید ما میتونیم با دکمه اسپیس بپریم و در واقع اگر که از داخل این در واقع چی میتونم به اینا بگم، لامصب و این فاصله هایی که بین دوتا در واقع چانک چی دارم میگم آقا انگلیسی انقدر صحبت نکن. در واقع اگر از این فاصله ها بیفتید هیچی نمیشه و نمیمیرید و صرفا تا ابد سقوط میکنید درون گیم انجین. و بله دیگه هیچ چرخه مرگ یا زندگی در بازی وجود نداره و شما در واقع دارید به صورت بی نهایت یک هدف احمقانه رو دنبال میکنید. چقدر شبیه زندگی واقعی ما. و بله دیگه دوستان عزیز، این بود از چالش ساخت یک بازی در 1 ساعته من. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و حتما منتظر ویدیوهای دیگه ای که در آینده در چنل آپلود خواهد شد هم باشید. و بله دیگه بازی خوبی رو بازی کنید و بسازید. دم همتون گرم و خدا نگهدار.